سلام علیکم، خوش اومدید به یه ویدیوی جدید دیگه و دوباره یه ویدیوی خفن، اونم از مستر بیست. مستر بیست امروز یه ویدیوی خفن ازش آوردیم که دوبله شده. دوبلش هم خیلی خفنه. راستی از دو سه تا ویدیوی قبلی خیلی همچین حمایت مشتی نکردید. از این ویدیو یه حمایت مشتی بکنید، لایک، کامنت، سابسکرایب بزنید و برو بریم. لیتس گو. قراره من 7 روز آینده رو تو سلول انفرادی بگذرونم. محرومم کنین. خداحافظ جیمی. امیدوارم دیوونه نشم. 7 روز آینده باید تو این اتاق سفید عایق صدا دوام بیارم بدون ارتباط انسانی و هیچ عامل محرکی. و از اونجایی که این کار واقعا از نظر روانی خطرناکه، مهمترین چیز اینه که دکتر بیرون اتاق مطمئن بشه که دیوونه نمیشم. من 23 سال توی بیمارستان‌های روانی کار کردم. این وحشتناکتر از هر چیزیه که تا حالا دیدم. هر چیزی بیشتر از 50 ساعت توی اتاق سفیدی مثل این ممکنه منجر به آسیب روانی من میخوام بشه. 168 ساعت این کارو ادامه بدم. امکانش هست واقعا عقلم از دست بدم و وارد وضعیتی به نام روانپریشی بشم. اون موقع باید منو بیارن بیرون، چون ممکنه منجر به آسیب دائمی بشه. از 7 روز زنده به گور شدن سلامت بیرون اومد. این از اون خیلی سخت‌تره. سخت‌تره. تماس اجتماعی نداره. اگه اطلاعات وارد مغزتون نشه، شروع به جنون و توهم سازی میکنه. تنها چیزی که قراره تو 7 روز آینده نجاتم بده یه تخت برای خوابه، یه قلم و کاغذ، بطری چند بار مصرف آب، مسواک و خمیر دندون و یه قالب صابون و همراه توالت و روشویی برای شستشو. کم کم فهمیده بودم که سخت میتونم در طول این چالش خودمو سرگرم کنم، به خصوص تو ساعت 9 که این کارو کردم. احتمالاً دارین فکر میکنین چند تا مربع روی دیوار است. جواب صحیح 1900 تاست و اگه سقف و زمین هم حساب کنین میشه 2860 تا. ولی مهمتر از اینا به استناد شکمم وقت خوردن غذاست. اگه میخواین بدونی در طول این چالش چطور قرار غذا بخورم، باید بگم که یه تسبیح نقاله اینجاست که بیشتر از 30 متر طولشه که بدون داشتن ارتباط انسانی بتونم غذا بخورم. فکر میکنم حدود 14 ساعت اینجا بودم. جالبه که همین الانم 2 ساعت با واقعیت اختلاف دارم و تا الان سخت‌ترین بخش چالش اینه که کسی هنوز بهم غذا نداده. حالا که نگاه میکنم باید قبل از اینجا اومدن بیشتر غذا میخوردم، ولی آره خیلی خوشحال میشم اگه یکی بود زودتر بهم غذا برسونه. داداشتون خیلی گرسنه است. دستت شستی؟ آره معلومه. ای شیطون. غذا رو سر ساعت مشخص نمیفرستیم که درکی از زمان نداشته باشه. مثلا الان ساعت 6 عصره و داریم براش صبحونه میفرستیم. پس دوستان که بهم غذا میدن خیلی گرسنم. حالا که خیلی گرسنم، خب چون اتاق عایق صدا داره، با اینکه غذا رسیده، من 2 ساعت بعد که خودم چک کردم متوجه نشدم خیلی گشنمه که راه برم. داری پیازداغش زیاد میکنی پسر، بی خیال. وقتی بالاخره نگاه کردم، انتظار نداشتم واقعا غذا اومده باشه. خیلی خوشمزه است، خیلی سرده، ولی محرک چندانی بهم نرسیده که اینم به نظرم عالیه. صحنه این سلول انفرادی قشنگ توی زنجیرای فلزی پیچیده شده. اگه اینجا آتیش بگیره قبل از اینکه بتونن بازش کنن زنده خواهم سوخت. بگذاریم، باید به چیزای دیگه فکر کنم. چند ساعت آینده سعی میکنم تا اونجایی که برام ممکنه خودمو سرگرم نگه دارم. هیچی نداره، هیچ کاری نداره انجام بده. اگه از الان برای تحریک ابتدایی به چنین کارهایی روی آورده، شک دارم که بتونه 7 روز کامل دوام بیاره. رفقا اگه تا اینجا ویدیو رو دیدید، حدود 3-4 دقیقه تا الان بیشتر نگذشته، دمتون گرم. ولی حتما یه لایک رو بزنید برام، چون لایکتون واقعا بهم انرژی میده. دمت گرم. برو بریم. جالبه که وقتی همه چیز از یه نفر میگیری، یه چیزی به سادگی یه تخته فلزی میتونه به اندازه آیفون باحال باشه. کسالت حسابی کلافش میکنه. کاملا تجربه غیر انسانیه. میرم بخوابم ببینم تا بعد چی میشه. فکر میکنم 40 ساعت از چالشو گذروندم. جیمی 6 ساعت با واقعیت اختلاف داره. یعنی الان حدود 4 عصر روز دومه. فکر میکردم امروز برگرده روز از دست دادن درک ساعتم به مشکلات دیگه ختم میشه. هر کاری میکنم فایده نداره. هیچ جوره نمیتونم بخوابم. این نورا واقعا دارن مغزمو اذیت میکنن. شاید کل 5 روز بعدو اینجا دراز دلیل بکشم. بیخوابیش اینه که نیازی به خوابیدن نداره. میخواد بخوابه که زمان بگذره و تموم بشه، ولی کاری که باید بکنه مشغول کردن خودش به کاریه که در حالت بیداری مغزشو درگیر کنه. داره از دیوار میره بالا. میل طبیعی انسان به آزادیه. داره به نیازهای ابتدایی افول میکنه. چرا فکر کردم ساعت 4 عصره؟ ببینم اگه نباید ساعت 9 شب باشه. وقتی زمان خوردن اولین وعده غذاییم رسید ساعت 4:30 عصر بود. منظورم اشتباه متوجه نشین. غذا خیلی هم خوش قیافه بود ولی یخ زده. ترجیح از گشنگی بمیرم تا بقیه غذا رو بخورم. وقتی غذای دومم اومد حس کردم فقط چند دقیقه گذشته. چی اومد رو نقله؟ واسه ببینم چقدر گذشته. باید هر دو رو بخورم یا اینکه
وقتی صبحونه دومو گرفتم قطعا روز دوم شده بود، ولی حجم زیادی از صبحونه رو نخوردم. یعنی ممکنه همین باعث شده که دلشون بسوزه. البته بعیده، من تصوری از این که غذا چند وقت روی نقاله مونده بود ندارم. میبینین که یه کمی دچار توهم شده. هر چقدر زمان پیش بره این مسئله شدت بیشتری پیدا میکنه. نمیدونم چیکار کنم. میخوام سعی کنم ببینم تا چند میتونم بشمارم. 1 2 3 4. خیلی مسخره است نه؟ 565 566. ولی وقتی تو موقعیتش باشید کاری نداریم بکنیم. 999. اگه تسلیمش بشین دیوونگی محضه. و 1000. هرچی بریم جلوتر کارهای مختلفی که میتونه به نظرش انجام بده. باید حرف دکتر رو تایید کنم. درست میگفت. در ادامه این چالش تا مرز دیوونگی رفتم. فکر میکنی ممکنه؟ آی! با وجود اینکه استراتژی خوابیدن بیشتر در طول چالش به گذروندن زمان کمک کرد، در نهایت مشکلات دیگه‌ای برام به وجود آورد. اونجا غذا میبینم سرد و خیسه. اینا چند وقت اینجا؟ الان غذا 7 ساعته که اونجاست. حاضر بودم هر کاری بکنم که اون بستنی رو بخورم. اگه یه چیزی از غذا قابل خوردن بود خوشحال میشدم. فکر کنم دوباره باید گرسنه بمونم، به خاطر اینکه معمولا داریم همزمان روی چند تا ویدیو کار میکنیم. بیشتر وقتا خیلی استرس دارم، ولی در حال حاضر واقعا استرس خاصی حس نمیکنم. در واقع استراب دارم چون ترس از دست دادن عجیبی دارم. حس میکنم از همه دنیا بیخبر موندم. عجیبه، احساسیه که با چیزی که معمولا بهش عادت دارم فرق میکنه. خیلی عجیبه که انجام ندادن یک کار انقدر سخت باشه. دارم حسابی کلافه میشم. وای، خیلی از نظر روانی داره به فشار میاره. حوصله‌ام سر رفته. کمک. حتی به 168 ساعت نزدیکم نشدم. نزدیکای ساعت 65 من بود که با خودم فکر کردم چطوری میشه هندستان زد. کاش قبل از این که بیام اینجا یه نفر اصول ابتداییشو بهم یاد داده بود. کم کم شروع میکنه به ایجاد مفاهیمی که فقط توی مغزش وجود دارن. میخواد جلوی تجربه افسردگی شدید خودشو بگیره. میخوام تصور کنم که دارم تو پارک راه میرم. چمنای سبز، یکی داره ماهی میگیره. الان رسما داره تو ذهنش داستان میسازه. خدای من همه چی قشنگه، هوا آفتابیه، صدای پرنده میاد. پیاده رویم تو پارک و خراب کردیم. خدا، شاهد سقوطش به اعماق جنونیم. بازم بهم غذا دادن. خب برنج و استیک و سیب زمینی شیرین بهم دادن. این بهترین غذاییه که در تمام طول چالش خوردم. چیزی که اینجا میبینین یه مقدار برنجه. هر انسان عادی راحت این برنج رو میخوره، ولی من میخوام بشمونمش. 13 14 15 447 دونه برنج داخل این سینی فلزی وجود داره. خب من فکر میکنم این داده زندگیتون رو از این رو به اون رو کرد. من خیلی خیلی خستم. یعنی احتمالاً شب 5. حتی به نیمه چالش هم نرسیده بودم. با این حال یه روز کامل اختلاف زمان داشتم. خب من میرم یکم تو همون بخوام که اینقدر نور رو سرم نباشه که به نظر میاد هوشمندانه ترین کاری باشه که این مدت انجام دادم، چون 12 ساعت تو همون خوابیدم. رسما به نیمه چالش رسیدیم. یعنی 84 ساعت. جیمی رسیده. میخوام تو وعده غذایی بعدیش بهش اطلاع بدیم. براش مخلوطش میکنم. میتونه حروفو کنار هم بچینه. گشنه خیلی گشنه. ببینم اینجا چی داریم. این دیگه چیه؟ داداشمون تا حالا ماکارونی حرفی این تنها نخورده؟ چیزی نبود که اسمشو یادم رفته بود. اسم این چیه؟ اسم این روله. میزان سس برای یه رول خیلی زیاده. یه جوری مزه کچاپ میده. چطوری حروف توی ظرفو ندید؟ حرف ان. اینقدر داره بهش فشار میاد که حتی چیزایی هم که قبلا میخورده رو اسمشو یادش رفته. یا ابوالفضل، تا اینجا اومدی کامنت نذاشتی، به با فراموشی میگیری. یا یه کامنت بذار. یادتون رفت این حرفو در بیارین؟ نه. هر بار حرفی پیدا میکنه میخورتش. امیدوارم که قصدشون فرستادن پیغام نبوده باشه. باید قبل از خوردن میذاشتمشون کنار همدیگه که به یک کلمه برای گرفتن غذای بیشتر برسم. مطمئنا همچین چیزی ازم وقتی نخواستم. جیمه بیاد بیرون رو ببینه واقعا احساس حماقت میکنه. افسردگی
توی این مرحله نور زیادش عمیقاً منو آزار میداد. سرم بدجوری درد میکنه، خیلی هم گرسنمه. آخ چه بلایی داره سر با بدنم. وجود اینکه میزان کالری مورد نیازشو دریافت میکنه، بازم درخواست غذا داره. دلیلش اینه که انقدر محرک بیرونی نداره که احساس گرسنگی در نهایت نکنه. بارها رفتم سراغ غذا. به شکل عجیبی آرامش بخشه. فکر میکنی این میتونه باعث ضربه مغزیم بشه؟ فکر کنم باید تمومش کنی. آره درسته، باید تمومش کنم. یه بسته مکدونالد اینجاست. شک برانگیزه و سبک. اگه واقعا مکدونالد تو این بسته نباشه افسرده خواهم شد. وای واقعا هست، عالیه. هر وقت که غذا بهم میرسه انگار 20 دقیقه از شادی خالص رو تجربه میکنم. احساس انسان بودن میکنم. نمیتونم جلوی خندمو بگیرم. خیلی خوشحالم و به محض اینکه تموم میشه افسردگی آوار میشه روی سرم، چون اینطوری هم که حالا باید چیکار کنم. دقیقاً دارن توی هم حل میشن. دلم میخواد حدس بزنم ساعت چندمه، ولی هیچ راهی نداره. مغزم داره به تدریج توی حماقت فرو میره. باید راه بهتری واسه مشغول کردن خودم پیدا کنم. این کاغذ چیزبرگر مکدونالد رو برمیدارم، به علاوه این لیوانی که مسواک و خمیر دندونم توش بود. حالا بسکتبال داریم. لبران، استف، کوبی. شاید بسکتبال ورزش من نباشه. فکر میکنم همیشه تو بیسبال بهتر. حمله! این دیگه از قصد نبود، اما بعدش یادم اومد که ببین چی کار بکنم. یه چنگال توش بود. یه ظرف ضد گلوله از اولین وعده غذاییم داشتم. میخوام اینو به دورترین جایی که میتونم پرت کنم. سلام سر رفته. هنوز 2 روز دیگه باید تو این اتاق بمونم و حس میکنم که خیلی زود دلم میخواد از اینجا برم بیرون. تازه روز 4. چقدر جیغ میزنم، خواهش میکنم، التماس میکنم. یا آروغ میزنم. نه زودتر از مدت از اتاق بیام بیرون. باشه جیمی دارمت. پریسم به میگه تا الان 113 ساعتشو گذروندم. این یعنی 55 ساعت دیگه مونده. هر کی داره اینو ادیت میکنه بهشون نشون بده چند ساعت دیگه واقعا مونده. امیدوارم یه چیزی نزدیک 55 ساعت باشه. فکر میکنم کم کم عصبانی میشه و نسبت به اتفاقی که داره میفته دچار توهم میشه. یادم حق نداره فضای خصوصی داشته باشه. یه دوربین اونجاست، یه دوربین بالای اونه. دوربین. یه عالم دوربین. 24 ساعته شبانه روز 7 روز هفته روی منه. دارم دیوونه میشم. اگه دوربین از رو نکنه پرت کنیم بیرون چی؟ هوشمندانه است، انگار دارم بولینگ میکنم. نمیدونم چطور انگشتم رو فنا دادم. بعد جوری میزان سختی این ویدیو رو دست کم گرفته بودم. فکر کردن بهش داره اشکمو در میاره، ولی واقعا الان احساس میکنم یه حیوانم. حس میکنم همه حقوق انسانیم از دست دادم. اگه بخوام حدس بزنم میگم نیمه روز 5. خیلی دلم برای نامزدم تنگ شده و برای بچه‌هام دلم تنگ شده. حتی نولا از نظر روانی به بدترین جای ممکنم رسیدم. این شرایط خیلی غیر انسانیه. انقدر اینجا بودم که حتی در مورد خودم و این اتاق دارم خوابم میبینم. فکر میکنم روز 6 یا 7، ولی بعد بیدار میشم و میبینم که خواب بوده. ساعت چنده؟ اصلا کلی پول بدم که فقط بفهمم ساعت چنده. در مورد دلایل اینکه چرا فکر میکنم 33 ساعت دیگه از این چالش باقی مونده صحبت کنیم. 5 بار خوابیدم. دلیل شماره 2، من معمولا 1 بار در روز به دستشویی میرم. از وقتی که اومدم اینجا 5 بار دستشویی رفتم. دلیل شماره 3، کلی مرو گردنم در اومده. این معمولا 1 هفته زمان میبره. اگه بنا به دلایلی هنوز روز 5، یا خدایی نکرده اگه بنا به دلایلی هنوز روز 5، یا خدایی نکرده هنوز روز 4، رسما من خل خواهم شد. وقتی که خواب بودم خواب اون سری رو دیدم که تا 1000 شمردم و وقتی بیدار شدم تصمیم گرفتم که 1000 بار دور این اتاق بودم. میدونی برای تجدید خاطرات. نم نشونمه. 1 2 3. الان دارم این ویدیو رو میبینم، میفهمم دیوونگی که برای سالم نگه داشتن خودم مجبور شدم توی اتاق بچرخم. 1000 تا خیلی زیاده. همین الان سرم داره گیج میده. در تمام طول این چالش آبم از این روشویی تامین کردم و میخوام صادقانه بگم این پسر، این داداش، این سرکل یه کارتریج آبه که باعث میشه آب ساده طعم خوبی داشته باشه. بیشتر از 100 طعم مختلف هستن که تو این بطری جا میگیرن که هیچ کالری و هیچ شکری ندارن. تکون دادن این سپایی واقعا سخته. انتخاب کن که میخوای مزه چقدر باشه. بعدش هم راحت سرب. راستش انقدر بهش مزه اضافه کردم که حتی دیگه نمیتونم تشخیص بدم آب روشویه. در طول این چالش ترکیب این ور رو استفاده کردم و واقعا فوق العاده بود.
میخوام بین این دوتا دیوار برم و برگردم. این کارتریجا رو میشه چندین بار استفاده کرد که خیلی ویژگی خوبیه، چون پسرا تو فرستادنشون کوتاهی میکنن. بعضی وقتا باید از یکیش در طول روز استفاده کنم. اگه بخواین شروع کنین که آب بیشتری بخورین یا اینکه به طور کلی میخواین آبی که مینوشین مزه بهتری داشته باشه، به circle.com یا فروشگاه محلتون سر بزنین و امتحانش کنین. از هر روشی برای سرگرم کردن خودم استفاده کردم. اگه راستشو بخواین هیچ کدوم جواب نمیدم. بعد از اینکه دایره‌ام تموم شد، کارل 2 نفر از 100 روز زندانی آورد پیشم. ببین کی اینجاست. اینو ببینین، حسابی باهاش حال میکنین. این صورت آدمیه که شما رو 100 روز گیر انداخته بود. نظرت چیه؟ این از کاری که شما کردین سخت‌تره یا اگه راحت‌تره؟ نظر منو بخواین فکر کنم من ترجیح میدم یکی دیگه هم اونجا کنارم باشه. ما حالا که جامون عوض شده بود و این دوتایی که الان اومدن اینجا توی یه ویدیوی دیگه مستر بیست اینا رو 100 روز با هم زندانی کرده بود که ویدیوش بعد از این ویدیویی که الان دارید میبینید تو کانال قرار داده میشه. پس اگه میخواید ببینید برید ویدیو بعدی رو ببینید. من اونی بودم که تو اتاق سفید قرار داره ویدیو سوزی ازم انتقام گرفتم. بهتون نشون میدم که نقال چطوری کار میکنه. سری خالی فرستادن. معلومه که دیوونه بشه. عذاب جان ندارم. لیاقتش همینه. تا سنت آخر حساب بانکیمون شرط می‌بندم که کاری کار نداره. فرستادن جیمی؟ واخورشون دیگه. نه خیر، نمیتونی این کارو بکنی، نمیتونی این کارو بکنی، این نمیتونی این بیشترین کارو محرکی بکنی. که طی چند روز اخیر داشته. خب یه جورایی حق داشتن، یه جورایی حقم بود. تصور کن اگر بعد از مرگم همچین اتفاقی بیفته چی میشه؟ تا ابد تو یه اتاق سفید مثل این گیر میکنی. حسابی بدبخت میشیم. وقتی میخوابم خواب خودم و دنیای خارجه میبینم و وقتی بیدار میشم احساس افسردگی و تنهایی و اگه راستشو بخواین بدبختی دارم. برای همین هرچی بیشتر بخوابم خوشحالترم. بزنیم بیام بیرون. من بتمنم. حس میکنم مردم. واقعا باید از اینجا برم بیرون. 7 روز روی کرجی رو امتحان کردیم، 7 روز زنده بگوریرم و الان 7 روز سلول انفرادی. اگه میدونستم اینقدر سخته هیچ وقت این کارو نمیکردم. اگه عدد بالا سمت چپ تصویر هر عددی بالاتر از 20 ساعت نشون بده به خدا دیوونه میشم. واقعا احساس تنهایی میکنم. دلم برای دوست دخترم تنگ شده. واقعا شکنجه است. خیلی بده. داره گریه واقعا میکنه. حالش خوب نیست. رو زمین چرت میزنه، چیز پرت میکنه، سر و صدا را میندازه. وقتی خوراکی میگیره خوشحال میشه، عین بچه. فکر میکنم 8 ساعت مونده. بعدش اون در رو باز میکنن و من دیگه آزادم. امیدوارم. خواهش میکنم 8 ساعت باش. فکر میکنه داره آخرین لحظات رو با خواب سپری میکنه. بیداری سختی در پیش داره، واقعا سخته. راستشو بخواین خیلی نگران کننده است. فکر کنم 2-3 ساعت دیگه مونده و بعدش دیگه در باز میشه. دارم از آخرین وعده غذاییم لذت میبرم. بعدش واقعا میریم گفت که آخرین وعده آره، فکر غذاییشه؟ کنم. خیلی مسخره است چون دقیقاً 24 ساعت دیگه مونده. دیگه هر لحظه ممکنه در باز کنن و بیان تو. میخوام یکم اینجا رو مرتب کنم. یکم به هم ریخته شده. میدونی میخواستم یه دلیلی برای مرتب کردن پیدا کنم ولی واقعیت اینه که حوصله‌ام سر رفته. فکر میکنم با اومدن تو این چالش یکم شفافیت ذهن به دست بیارم. یکم با خودم بیشتر آشنا بشم. اما تنها چیزی که دارم با خودم میبرم مهارت اینه که چیزای مختلف از در نقاره پرت کنم بیرون. شاید اونم نه. به هیچ وجه امکان نداره بیشتر از 24 ساعت دیگه مونده باشه. واقعا نمیتونم 24 ساعت دیگه اینجا بمونم. حتی نهایت توانم هم رد کردم ولی اهمیتی نداره چون امکان نداره 24 ساعت مونده باشه. من اصلا هیچ جوره نمیخوام باور کنم. پس دیگه همین الاناست. برای گذراندن زمان میخوام شمردن اعلام بدم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 5422 5423 5424 5425 حاضرم قسم بخورم که شنیدم یه چیزی اونجا تکون خورد. من غمگینم نمیخوام. رفقایی که اینجا ویدیو رو دید
کامنت چرا نمیذاری؟ خب برو بذار. مرسی، ممنون. بریم سراغ ویدیو. اینجا باشم. بذارین از انتها برم. نمیخوام اینجا باشم. نمیخوام اینجا باشم. چیز زیادی از انسانیتش نمونده. تو تخت دراز کشیده، چشماشو پوشونده، هیچ هیجانی نداره. چه رفتاری میکنه؟ تبدیل به آدم جدید میشه؟ نگرانم که این آدم بمونه. به ناکارآمدی سقوط کرده. تا به حال هیچ وقت به اندازه این ویدیو بهش فشار نیاوردی. به خاطر اینکه از هر گونه ارتباط انسانی محروم شده خیلی احتیاط کنین. مثل اینکه بخواین یه بچه رو از خواب بیدار کنین. خب 10 دقیقه مونده، میریم که آماده بشیم. ممنونم. موفق باشین. دارم میمیرم. نمیتونم. 8 7 6 5 4 باشه بینو سب کن. شلوار پام نیست. 2 1 وای خدای من. سلام جیمی. ببخشید داشتم شلوارمو میپوشیدم. این بیرون به این روشنی نیست. آره چطور راستش یه طوری سرم رفتی؟ گیج میره. میدونین دیوونگیه، ولی بعد از این چالش کاملا یادم رفته که چطوری با آدمو برخورد کنم. کجا داره میره؟ آخیش چقدر آسوده شدم که مجبور نیستم به نور روشن خیره بشم. این سقف فوق‌العاده است. خیلی وقت اینقدر خوشحال ندیدمت. راستشو بخواید فکر میکردم که تا ابد قراره فکر کنم 24 ساعت مونده. با هم یه بیرون. میخوام خورشید رو ببینم. ای خدا این بیرون که شبه. چقدر خوشحالم که دارم دنیای بیرون رو میبینم. تموم شد. اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. تو کامنت ها بگید کدوم ویدیوهای مستر بیست رو دوباره براتون دوبله کنیم بذاریم و تا ویدیو بعدی خداحافظ.